از کجا بدانیم که سحر شدیم یا خیر؟ احساس میکنم بختم را بستند. چه کار کنم؟ چگونه میتوانیم ساحران و شیادان را بشناسیم؟ آیا جن عاشق وجود دارد؟ نشانه ها و عوارض سحر چیست؟ حرزه های معتبر و مؤثر کدامند؟ چگونه میتوانیم سحر را باطل کنیم؟ آیا می شود رزق و روزی کسی را بست؟ در برنامه جدید ناگفته های سحر و جادوگری با بیانی کوتاه و گویا به این مسائل و ناگفته های دیگری در این موضوع خواهیم پرداخت. شما نیز ما را همراهی بفرمایید.